های پاره 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 ناله های شامی بی ستاره آینه دوچاری سنگی خاره دیلی بیچاره سری آواره. شما یکی از ماشین‌های خود اگر خطا نکنم این همون تمغه لکسوس بود که اون رو فروخته برای خراجاتی 3 کنسرت یعنی با موسیقیچیان $7,000 پرداخت کردیم. اما سرودهایی که نو هست و فناگرام‌های تازه ایجاد هست باید خوانده ممکن یکی برای احترام تماشاگران که باید بلیط خریده می‌دارن برای اونها البته ما اقلا 50-60 فیز باید که زنده خوانیم. با این زنده خواندن برای خودمان یک کیفیت خاصی می‌بخشد. برای شما خیلی مهم است یا اینکه محبوبیت؟ شاید که من در همین چیز من حواس ندارم. شاید ما آدمای اونجا الکی کند نشدیم. حالا همینجا یکم بود در همینجا خواندیم با خسرو مثلا از نمیست رجان ساعتی یک باید که از اپلیس شدیم. این اومد در حال با شاهدی کامیره ها اینکه ما همین سرود یکم بردیم. شدکامی من است یادی تو شیری قدم راحت بهشتی جا